سلام بچه، حالتون خوبه؟ امیدوارم که خوش و خورم باشید. بریم برای بازی جدید و هیجان انگیز. قبل از شروع بازی یک چک میکنیم ببینیم که اگر انرژی بازیکنامون کمه با هم انرژیشون رو زیاد کنیم و شروع کنیم به بازی کردن. و همونجور که میدونید برای اینکه انرژیشون زیاد بشه، اگر انرژی یک بازیکن کم باشه، این گوشه پایین این علامت رعد و برق و کم شدن سکه رو میزنه و ما الان برای انرژی این بازیکن رو به حالت اول برگردونیم باید 9 سکه بدیم و روش کلیک میکنیم و بازیکن بعدی 1 سکه، بازیکن بعدی 4 سکه، بازیکن بعدی انرژیش خوبه نمیخواد، بازیکن بعدی 2 سکه و سرخیو راموس هم انرژی داره و دمینا سوارز هم انرژی داره و داوود دخیا هم که خوبه. این هم از حاج داوود. و بریم برای شروع بازی. این بازی ما با لیون فرانسه است. لیون با لباسهای سفید و ما با لباسهای قرمز. حالا ببینیم اگر لیون لباس خوشگل تری داشته باشه اونو انتخاب کنیم. بله، ما با لباس سفید و لیون با لباس تقریبا فیروزه‌ای یا آبی پررنگ. بریم برای انجام و شروع بازی. باز ما همون حالت 4-3-3 دفاعی رو انجام میدیم و لیون هم 4-2-2 عمودی و بچه همون دست میدن با هم یه خوشوبش میکنن و بازی شروع میشه. و ما ابتدای بازی باید دفاع بکنیم. بله، این حرکت بسیار هوشمندانه از ما خیلی بچه های هوشمندی هستیم. حالا یک حرکت و گل در دقیقه 6. یعنی بله، داوودم تعجب میکنه ما در دقیقه 6 از 34 ثانیه با اولین توپی که به دستمون میاد اون بچه کار اضافی نمی کنیم و قبل از اینکه کسی صدر راهمون بشه و ما این گل رو میزنیم. ببینید بچه، من اینجا یه ذره تغییر مسیر دادم به دلیل این که یک سمت بازیکن احساس کردم سمت هم. خب حالا بریم برای ادامه بازی و همونجوری هم که میدونید. ببینید ما اگر بخوایم تک بزنیم امکان داره خطا بشه، پس شما همیشه خودتون رو به بازیکن برسونید و با فشار دادن کلمه B راحت روی بازی حریف سوار شید و توپ از دستش بگیرید. یه برگشت و ببینید من اینجا الان اشتباهی که دارم اینه که بازیکنی نیست که به کمکم بیاد. حالا ما یه شوت از راه دور و از کنار دروازه و کنج دروازه توپ به بیرون میره. ببینید پاس عالی بود، اما خب ضربه آخر یک ذره به دلیل کم دقتی توپ از دست رفت. ببینید فقط شما به دنبال این باشید که به بازیکن خودتون رو برسونید و بی رو راحت یواش فشار بدید. حالا ما اینجا یکم داوود در خطره. ببینید من اینجا تک بزنم امکان داره خطا بشه، به همین دلیل تک نمیزنم و با اینم گل شد. ولی خب ما میریم برای آروم میزنیم که بازی از اول دوباره شروع بشه از نقطه وسط و ما بچه های پر انرژی هستیم. با خوردن یه گل از بازی سرد نمیشیم. مطمئن باشید که ما این بازی رو میبریم اگر یه ذره دقت داشته باشیم.
همون جوری که چند روز پیشم دیدیم که تیم ملی ما با مربیگری گروبان قندلی بورکینا پاسوف بود چی بود لامصب قدر اعصابم خورده که ما از این تیمم گل خوردیم و با اینها میخوایم به جام ملت‌های 2024 آسیا بریم و بله اینجا بازی با نتیجه 1-1 نیمه اول ختم به. ببینید بچه ما اینجا الان یکم اشتباهاتمون زیاد بوده و 47% به 53% کمتر صاحب توپ بودیم و تیم لیون 53% صاحب توپ بوده. خب بریم برای ادامه بازی. ببینید بازی ما یکم واقعا هیجانش کم شده و حوصله خودم هم سر رفته. حالا ببینیم یه تغییر مسیر و باز هم نشد. گل میزنه. بله حاج کوروشوف گل میزنه و آقای راموس میگه بیا سوار من شده داشت. ببینید مخالف و با هم ببینیم یک بار دیگه. حالا این زاویه‌اش یکم بعد نکات آموزشیشو زیاده نمیشه. خب بریم برای ادامه بعدی و باز توپو میگیره و ما یه پاس در عمق میدیم. حالا ببینید چه یه ذره اینجا مسیر رو کج میکنه. نشد. ولی خب با این مسیر رو که کج کنی در این نقطه احتمال این که بتونید شما یه ضربه آزاد و یه خطا هم بگیرید هست. حالا ما سعی میکنیم ببینیم میشه این رو گل کرد یا نه. حالا ببینید بچه این یکم بازیکن ما اینجا ضربهش به خاطر اینکه انرژی نداره ما بازیکن رو تعویض میکنیم. وای حالا بچه اینجا ما با دلیل کورنر هم شد ولی خب ما بازیکن رو با تعویض کنیم. ببینید این بازیکن ما الان اینجا علامت به اضافه زده به علاوه زده، یعنی این بازیکن با دیگه تعویض بشه و ما ببینیم آیا نیمار یا مسی در چه حالتی است. بله مسی یا نیمار یه مقایسه داشته باشیم ببینید. آره مسی بهتره و مسی رو جابجا میکنیم و لیونل مسی با 8 توپ طلا میاد برای ما اینجا بازی کنه. ببینیم بازیکن‌های دیگه همون حالا فعلا خوبن اما خوب از دقیقه 80 به بعد تعویض داشته باشیم. خب بریم برای کورنر. این زبارش هم در رفته پاشو گرفته داره میره بیرون. خب حالا داوود ما آوردیم که داوود کورنر بزنه. داوود کورنر بلند و باز هم کورنر و این پاس عالی. ببینید بچه‌ها دقیق و بدون اضافه کاری. دوباره ما یک خب دوباره میریم به سراغ بازی و ببینیم. بله ما اینجا توپو میگیریم. بیا 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 بیا, بیا. یک ای وای مسی توپو لو داد. شوتش یکم شوت نسبتاً افتضاحی بود و حالا دوباره مسی میره برای گرفتن توپ طلای نهم و گل. ببینید یک پرش میزنه مسی و میخوابه. مسی کسی نیست که نتونه گل بزنه. بچه خوب مامانشه، بچه خوب میامه. اگه میشه گل نزنه مسی. بله ببینید فقط شما چجوری از روی بازیکن پرید و
یه چرخش عالی. حالا ببینید بچه ما الان اینجا موقعیت گیر بیاد باید بازیکن رو تعویض کنیم. گل، پاس عالی، گل عالی. یعنی از کنج حرکت و به جای اینکه خودش وارد زمین بشه، وارد 18 قدم بشه، توپو پاس دادم و بهترین موقعیت به وجود اومد. اینجا این تیم لیون هم یه تعویض انجام میده. خب حالا ما بریم یه دوتا تعویض انجام بدیم و من همیشه گفتم که بهترین تعویضی که میشه انجام داد باید بازیکنای وسط زمین رو تعویض کرد و حالا ما به دلیل اینکه بازی رو خیلی جلو هستیم و برای اینکه گلای بهتری بزنیم، بیشتری بزنیم و بازی بهمون بیشتر بچسبه، ما بازیکن هجومی میاریم داخل زمین که برامون بهتره. و ببینیم آیا حاج کریس رونالدو وسط زمین چه میکنه. و ایشون رو میاریم وسط. ای وای دوباره یادم رفت بازیکن بعدی رو هم تعویض کنم، چون ما 3 تا تعویض داریم و اینجا هم نیمار. نه 3 تا انجام شد دیگه، تموم. خب برای ادامه بازی ای وای ای وای، ببینید من اینجا یک ذره زودتر دستمو از روی کلید برداشتم و اگر یک ضربه محکم، یه ضربه محکم تر بود گل میشد. حالا ببینیم قدم کریستیانو رونالدو برای ما چجوریه. وای چه استوپی، ولی چه آقای لوکا مودریچ، بازیکن برتر جهان در سال 2018 و پایان بازی با نتیجه 4-1 به نفع لیون. و کوروش بهترین بازیکن زمین میشه و همونجوری که گفتم ما نیمه دوم با 53% مالکیت توپ بیشتر داشتیم و لیون با 47% مالکیت توپ و کارت زرد هم یکی لیون داشته و ما نداشتیم. آفساید جالبه که 0 بوده و شوت به دروازه هم 2/11 بوده. کورنر هم 3-1 بوده و این نتیجه بازی. خب بچه‌ها بازی به اینجا به اتمام رسید و ببینید ما در جدول هم با 4 بازی و 12 امتیاز فعلا در صدر جدول هستیم. و بچه‌ها من یک نکته رو بگم قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم. ببینید بازی که تموم شد ما اینجا دوباره میایم طبق معمول و یک بازیکن رو میتونیم، یعنی 3 سهمیه برای ارتقاء بازیکن داریم و ما فعلا این بازیکن رو ارتقا میدیم تا برای بازی های بعدیمون آماده بشه و بتونیم ازش استفاده کنیم و در آینده از این بازیکن گل‌های زیادی می‌بینیم. ممنون و متشکر، با ما همیشه همراه باشید و از کانال هم حمایت کنید. ساب یادتون نره، سابسکرایب همیشه داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.